سخت تشخیص درست بدی کی باید بی خیال یه نفر بشی دورش خط بکشی. تا آخر این ویدیو با من باش تا کارایی رو بهت بگم که اگه طرف مقابلت انجام داد بدونی اون شخص مناسب زندگیت نیست. اولیش قانون 24 ساعته. ببین ممکنه کسی که باهاش تو رابطه خیلی سرش شلوغ باشه، نتونه وقت زیادی برات جدا کنه، درگیر باشه، نتونه تماسات جواب بده، پیاماتو بهت برگردونه، اما کسی که دیگه بهت علاقه داره حداقل تو 24 ساعت یه وقتی یا میاد و برات جدا میکنه تا بهت زنگ بزنه، پیامتو جواب بده، صدا تا بشنوه. اما اگه نتونسته این 24 ساعت رو جدا بکنه و تقریبا متوجه میشی که این کار یک کار معمولی و روتین براش شده و هی داره تکرار میشه، فاصله ارتباطش هم غالبا بیش از 24 ساعته، همیشه هم یه بهونه‌ای برات میاره، این اصلا نشونه خوبی برای ادامه رابطه نیست. دومی که طرف دائم تو کار کنکلیه. اگه دیدی هی با هم قرار میذاره اینو اون میاد دقیقه 90 کنسلش میکنه، همیشه هم یه بهونه‌ای برای سر هم میکنه. یه بار میگه ننش مخالفت کرده، یه بار میگه کارفرماش اجازه نداد، یه بار میگه مریض شده و حالش خوب نبوده و از این حرفا. ببین عزیز من، اونی که دوستت داره اشتیاق داره برای دیدنت، سر و دلش میجنبه که ببینته، برات وقت میذاره. نه اینکه بیاد قرار بذاره و موقعیتش هم هستا اما راه به راه کنسل میکنه میره. اینو من بهت دارم میگم، اونی که دوستت داره برات وقت جدا میکنه، وقت میذاره برات. اگه اینجوری نیست باید یه فکری به حال خودت و رابطت بکنی. سومم این که میگه تو دوست من. یعنی چی؟ ببین تو موارد و شرایط مختلف دوست خطابت میکنه. البته این وقتی درسته که تو رفتاراش هم باید سر درخورد کنه. راه به راه میگه تو دوست منی. اگه هم بخواد تو رو به کسی معرفی کنه با همین عنوان دوست و جاست فرند معرفیت میکنه. و اما بعدی اینکه هرچی تو واضح تر میشی براش اون مبهم تر میشه. بذار بگم چطوری. یه کمی پیچیده است. میای از خوشگلیش تعریف میکنی، از خانومیش میگی، از حسنات و وجناتش میگی، به جای اینکه ذوق کنه یه حرفی میزنه تو برجکه، به اصطلاح خودمون ضایعت میکنه. هر وقت حرف از جدی شدن رابطه میزنی یه لبخند میزنه، یه نیشخند، یه پوزخند، پشت گوش میندازه برات. تو کلی تعریف میکنی ازشا اما اون نم پس نمیده، اندازه تو ذوق نمیکنه، کلا متقابل نمیاد برات مایه بگذاره. خیلی مبهم رفتار میکنه که اصلا نمیدونی تکلیفت چیه. بالاخره میخواد تو رابطه بمونه یا نمیخواد. معمولا به خصوص خانوما به خاطر اینکه اذیت نشی نمیتونن مستقیم بیان بهت بگن که نمیخوان تو رابطه باشن، اما اینا نشونه‌هایی که دوست ندارن به رابطه ادامه بدن. موندن تو عزیز من یعنی تحقیر خوده. خیلی وقتا هم ممکنه همون قبلیه باشه. یعنی چی؟ یعنی تو رو نیمکت ذخیره براش نشستی. پس مراقب خودت و رابطت باش. سیم میکنه اما جواب نمیده. خب همه ما ممکنه یه موقعیتایی برام پیش بیاد که یه پیامی رو باز کنیم اما جواب ندیم، چون نیاز ممکنه به فکر کردن داره یا سرمون اونقدر شلوغه که تو اون لحظه نتونیم جواب بدیم. اما اگه حالا این شد عادت، شد برای وقتی که طرف اصلا کاری نداره یا این آدم اصلا کلا کر میشه، میاد پیاما رو میبینه میره چند ساعت بعد میاد میخواد جواب بده، همه اینا داره پیام بی اهمیتی به تو میده. پس نذار از اهمیتت کم بشه عزیز من. و هفتمین و آخرین موردم زبان بدنه. ببین عزیز من، زبان بدن خیلی مهمه. دیدی وقتی کسی ذوق یک کسی ها داره، مثلا خواننده مورد علاقش داره یه چیزی میخونه، چطور نگاش میکنه، حس میذاره براش، ذوق میکنه براش. من همیشه میگم بهترین ارتباط و گفتگو اونیه که از زبان بدنت بتونی قشنگ استفاده کنی. خیلی حرفا از من توی زبان بدن مخفیه. دقت کن تا پیامشو بفهمی. اگه خودشو داره موقع حرف زدن و ارتباط با تو جمع میکنه، خیلی خنثی و سرد نگاه میکنه، ذوقی اصلا تو چشاش نمیبینی، انگار با یه موجود حوصله سربر طرفه، منتظر چی هستی بابا؟ یا تو به نظرش خیلی خسته کنندی یا اصلا نمیخوادت. چرا وقت ته هدر میدی باهاش؟ دوست من، خیلی وقتا ما بلا تکلیفیم توی رابطه،
اما این بلا تکلیفی هم تقصیر تو نیست، تقصیر رفتاریه که اون طرف مقابلت باهات داره. اگه رابطت باش جدی نشده، اگه میبینی علاقه ای نداره بشینه راجبه این سردی رابطه با صحبت کنه و اصلاحش کنه، وقت و عمر و انرژی و ارزشش تو باهاش هدر نده. امیدوارم همیشه توی رابطه ها بتونی آگاهانه وارد بشی و ادامه بدی تا بتونی بهترین فرصت ها رو تو رابطه برای خودت رقم بزنی.